جالبترین موضوعی که درباره تصویرسازی وجود داره رابطه مستقیم تصویرساز با مخاطبه. من همیشه از کارم برای بررسی جاها و آدمایی که به اونا دسترسی ندارم استفاده میکنم. بعضی از مردم هنر داستان‌های مصور رو دست کم میگیرن، بعضی وقتا میتونم درکشون کنم، ولی برای من داستان‌های مصور بسیار چالش برانگیزه و همین باعث علاقه من به اونا شده. مثل این میمونه که بخوای از بچه‌ای که مشغول آواز خوندن هستن بپرسی برای چی آواز میخونین. تصویرسازی جزئی از وجود منه. هنر تصویرسازی، تاریخچه مختصری درباره تصویرسازی. تصویرسازا به طور عام علاقه خاصی به تفسیر و توضیح دادن دارن. علاقه زیادی دارن به احساسات خلاقانه و وارد شدن به موضوع با استفاده از تصویر. بسیاری از تصویرسازای قدیمی و همچنین جوان هنوز از قلم و مرکب، آبرنگ، گواش، رنگ روغن، اکریلیک، تکنیک سه‌بعدی، کلاژ و دیگر روش‌ها استفاده می‌کنن. واقعا هیچ تکنیک و ابزاری نیست که نشه در تصویرسازی از اون استفاده کرد. زمانی بزرگترین و مهمترین بازار تصویرسازی کتاب، مجله و روزنامه بود و برای صدها سال تصویرساز بودن به معنای کار کردن در همین زمینه‌ها بود. تصویرسازی بسیاری از کارهایی که امروزه به عهده عکاسی هست رو انجام میداد. بنابراین اگه در صنعت چاپ تصویری از یک چهره یا گزارش تصویری از جنگ وجود داشت، این تصاویر توسط تصویرسازا خلق شده. به محض اینکه عکاسی جای تصویرسازی رو گرفت، تصویرسازا این آزادی و امکانو پیدا کردن که به اون چه در ذهن داشتن بپردازن و با زبان سمبولیک شخصی خودشون کار کنن. و دنیای تصویرسازا فراتر از بیان منظور ناشر یا نویسنده رفت. به خاطر تغییراتی که به وجود اومد، در بسیاری موارد چالش‌های بزرگتر به وجود اومد و بودجه به اندازه‌ای که قبلا وجود داشت نبود. ولی در عوض تصویرسازا فرصتی پیدا کردند برای بیان شخصی و تولید محصولات مختص خودشون که امکانش 15-20 سال پیش اصلا وجود نداشت. تصویرسازی سرمقاله نوعی از تصویرسازیه که برای مجله و روزنامه انجام میشه. پس اگه روزنامه رو باز کنید و در اون مقاله‌ای ببینید و علاوه بر عکس تصویر طراحی شده‌ای رو ببینین، انجام اون تصویر کاریه که من انجام میدم. من با تایم، ESPN، فورچن، نیویورک تایمز، وال استریت جورنال و نیویورکر همکاری کردم. چیزی که همیشه به عنوان یه تصویرساز مد نظر دارم اینه که اگه به ایده‌ای برسم که ممکنه نتیجهش با عکاسی بهتر از آب در بیاد، نتیجه میگیرم که این ایده خوبی نبوده. من خودم اونجای خواننده قرار میدم و امیدوار میشم که خواننده توقف کنه و مطلبو بخونه. ژاپنی ها کارای منو خیلی امریکایی میبینن و امریکایی‌ها برعکس کارامو ژاپنی میبینن. بنابراین 50-50. بخش از اون و سبکی که به اون رسیدم مربوط میشه به سالهای 1970 و 80 و تأثیری که داستانهای مصور روی من گذاشته و سبک مانگا که هیچ وقت از من دور نمیشه. من همیشه روی کاغذ طراحی میکنم و وقتی طراحی کاملا انجام شد اونو اسکن میکنم و رنگ‌آمیزی رو با فتوشاپ انجام میدم. بنابراین تکنیک من نیمه دستی و نیمه دیجیتالیه. امروزه تاکید زیادی بر اینترنت و تبلت میشه و من مجبور شدم به سمت رسانه دیجیتال کشیده بشم. تمام تصویرسازا باید خودشونو با شرایط جدید وفق بدن و من سعی میکنم که به شرایط جدید خوشبین باشم. تصویرسازی کتاب‌های مصور. وقتی داستان‌های مصور به صورت هنر والا معرفی شد، هنوز خودم رو آماده کار کردن در این زمینه نمیدونستم، چون هنوز مردم ما تصویرسازان داستان‌های مصور رو با داستان‌های هالک و اونجرز ربط میدادن و هنوز فکر می‌کردن داستان‌های مصور مربوط به کودکانه. من جود بربریان و سیتی آف دمونز اثر هل بلیز و بتمن رو کار کردم. برای 5-6 سال فقط کار کمیک کردم. میتونم بگم سبک من با استفاده از سیاه فراوان، تاریک و سیاه، با پس‌زمینه‌های مفصل و پیچیده و کاملا به دور از واقع نمایی. هنرمند کمیک گاهی یک هنرمند شخصیت پردازه. بعضی وقتا برای کشیدن پس‌زمینه‌ها باید روی پرسپکتیو و ریاضیات اون پرداخت. باید راوی خوبی باشید و اتفاقات رو قبل از خونده شدن به وسیله تصویر برای خواننده تعریف کنید. شاید 80% بازار کمیک مربوط به داستان‌های ابرقهرمانه باشه. بنابراین من مشغول نوشتن داستان‌های غیر معمولی و متفاوت شدم. من پانک راک جیسز رو نوشتم و کار کردم. داستان درباره دلغکیه که تصمیم میگیره تحت عنوان یک گروه پانک با رسانه ها مبارزه کنه. برای من کمیک راه جالبیه برای مقابله با سیاست، علم و کمی هم عناصر علمی تخیلی با روشی مهیج و سرگرم کننده. داستان کسی رو تنها نمیذاره و در عوض به اونا کمک میکنه که فکر کنن. به این نتیجه رسیدم که پرداختن به داستان‌های ابرقهرمانی و کشیدن اون همه تصویر کار وقتگیریه. یک تصویرساز برجسته بودن.
کاری که اینترنت کرده این بود که فرهنگ تصویری رو در معرض نمایش همگان قرار داد که قبلا امکانش وجود نداشت. امروزه به خاطر اینکه تصویرساز بودن خیلی رقابتی شده، تصویرسازها سبک خودشون رو بسیار بسیار شخصی و مختص خودشون میکنن، چون این تنها راهیه که شما رو از بقیه متمایز میکنه و فرصت کار کردن به شما میده. شهرت من برای کشیدن چهره‌های پرطمطراق، ملکه‌های بدجنس و رقصنده‌های پرزرق و برقه. وقتی تو کالج بودم علاقه زیادی به کار با سبک دوران ویکتوریا داشتم. این سبک بی‌رحم و فوق‌العاده پرزرق و برقه. من به شدت تحت تاثیر روزنامه‌نگارا و اکتیویست‌ها هستم. من جزء طراحان اصلی پوسترهای اشغال وال استریت بودم. برای مدت مدیدی همه شکل خاصی برای اکتیویست‌ها قائل بودن. تصاویر معمولاً قرمز و سیاه و دارای نماد و نشانه‌های خاص بودن. من می‌خواستم نشون بدم که اکتیویسم فقط مختص قشر خاصی از مردم که انتقاد می‌شدن نیست، بلکه میتونه مربوط به موضوعاتی باشه که برای ما جالبه. امروزه تصویرسازا نمیتونن فقط به موضوعات زیبا و تصاویر دلفریب بپردازن، برای اینکه امروزه دیگه موضوعات دوست داشتنی برای تصویرسازی وجود نداره. پس یه تصویرساز باید برند مخصوص خودشو داشته باشه. باید انسان جالبی هم باشه و گاهی کارهای هنری مجانی انجام بده و به این ترتیب مردم با کاراش آشنا بشن. وقتی کاریو تمام میکنم و به اون نگاه میکنم میبینم کار جالبی انجام دادم، ولی همیشه معتقدم بهترین کارمو در آینده انجام خواهم داد. چیزی که درباره هنرم دوست دارم اینه که از اون برای کنکاش دنیا و جاهایی که بقیه مردم شانس دیدنشو نداشتن استفاده میکنم. برخی از کمیک‌های بسیار موفق در جایگاهی بالاتر از برخی تصویرسازی‌ها قرار می‌گیرند. یکی از چیزهای فوق‌العاده‌ای که درباره تصویرسازی وجود داره، صمیمیتی که در این تجربه وجود داره و اونو با هیچ رسانه دیگه‌ای نمیشه به دست آورد.